در قزاقستان پلیس یک فعال زیست محیطی را بازداشت کرد. وی بر ضد پرتاب سفینه‌های روسیه از میدان کیهان نوردی بیکنور اعتراض می‌کرد. برای چند هفته است که فعالان زیست محیطی در آستانه در نزد بینای آژانس کیهان نوردی اعتراض و تقاضا می‌کنند که پرتاب موشک‌هایی که از سوخت زهرآگین مخصوصاً از جپتیل استفاده می‌کنند بازداشته شود. ماه ایول یک موشک روسیه در نزدیکی میدان کیهان نوردی سرنگون شد. ساکنان گفتند که آن سوخت زهرآلود داشته است. در اسلام آباد پایتخت پاکستان صدها نفر فعالان در روز همبستگی با کشمیر راهپیمایی انجام دادند. این به نشانه همبستگی با ساکنان کشمیر هندوستان بود که منطقه بحث برانگیز می باشد. جانبداران حزب‌های مذهبی دعوت کردند که کشمیر باید خودش سرنوشتش را تعیین کند و شعار می دادند که کشمیر به پاکستان خواهد پیوست. از سال 1947 از زمان استقلال دو کشور این منطقه سرچشمه مناقشه های میان دو کشور شده است. در قرقیزستان ساختمان راه گردنه اوش بازداشته شد. دادستانها میگویند که مزایده آن غیر قانونی انجام گرفته است. این طرح را ملیس میرزا احمدوف شهردار پیشین اوش پیشنهاد کرده بود. جانبداران وی میگویند که رسیدگی به این طرح انگیزه سیاسی دارد. در کابل جبهه زیر رهبری احمد جلالی وزیر پیشین داخله اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از اشرف غنی احمدزی حمایت میکند. به این گروه سیاسی سیاستمداران زیاد داخل می شوند که با غرب ارتباط دارند. مثلا اشرف غنی در گذشته در بانک جهانی کار میکرد. برای انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل 11 نفر نامزدها مبارزه میکنند. در بلاروسیا نمایشگاه بین المللی کتاب 600 نفر شرکت کننده را از 26 کشور گرد هم آورد. در گوشه‌ای که سفارت امریکا درست کرده بود، بهترین نمونه های آثار استادان حجو امریکا گذاشته شده بود.